بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. تفسیر سوره الناس. اولا نام های این سوره، سوره الناس میگیم، سوره الناس. سوره الناس نام این سوره ها. این توقیفی است، نه که با نص ثابت شدگی است، نه اینکه کسی دیگر گذاشته باشد. به خاطر چیز این سوره را سوره ناس نمیدن. ناس مردم میشود، چون سوره ناس با این سوره با این آیت شروع میشود، قل اعوذ برب الناس. به خاطر کشایش سوره با این آیت سوره الناس، قل اعوذ برب الناس. و همچنین این سوره را قل اعوذ برب الناس هم میگویند، سوره قل اعوذ برب الناس. این اجتهادی است، نه که علما وقتی که مردم بسیار همین سوره را به همین نام گرفتن، اجتهادی از جانب علما سوره قل اعوذ برب الناس ذکر شده است. و عدد آیات های سوره ناس 6 تا است، چون یک بر همگان معلوم است. در مکه مکرمه نازل شده است و ترتیب نازل شدن سوره ناس 21 است و در مصحف در قرآن باشد 114 هم. ترتیب نازل شدن 21 سوره است، اما در قرآن 114 هم است. و این سوره مبارکه سوره ناس، موضوعات این سوره از آیه 1 تا آیه 6 بیان استعاذه، بیان کمک از الله سبحانه و تعالی از شیطان های انسی و جنی است. کمک یاری از الله سبحانه و تعالی از شیطان های انسی و جنی است. مقصد های اساسی این سوره تشویق کردن مردم بر کمک از الله سبحانه و تعالی از شر این شیطان ها و از شر وسوسه کننده ها. این سوره مبارکه دومین از معوذتین است، که سوره فلق، سوره ناس را معوذتین میگویند. دومین از آن است، بر کمک یاری از او سبحانه و تعالی و به سوی او رجوع کردن، به سوی رب العالمین رجوع کردن و پناهندگی جستن از او سبحانه و تعالی از شر وسوسه کننده ها و شیاطین، از شر تمام دشمنان، چه ابلیس باشد، چه کمک کنندگان ابلیس شیاطین باشد، چه انسان باشد، چه جن باشد، آن کسانی که مردم را مغرور میکنند، مردم را در فتنه و در وسوسه ها میافکنند، از شر اینها چیز با سوی الله سبحانه و تعالی بنده پناه میبرد. پس مناسبت این سوره اول با آخرش گفتیم، اول این سوره با سوره قل اعوذ برب الناس شروع شده است. با این آیه کریمه تمام این سوره بیان استعاذه و کمک یاری از الله سبحانه و تعالی است. و آیه هم همچنین به اتمام میرسد، من الجنه و الناس، از جنی ها و از مردم پناه میبرد الله سبحانه و تعالی. و چون یک بیان کردیم این سوره از آخرین سوره های قرآن در این ترتیب است، از آخرین سوره های قرآن در ترتیب جمع آوری مصحف است، حسبی ترتیبش با حسبی ترتیب قرآن و با اسلوب امر شروع شده است. قل بگو، امر کرده است. الله پیامبر را امر می‌نماید، با اسلوب امر شروع شده است. و این سوره ناس از سوره هایی هست که بر این سوره رقیه خوانی کرده می شود، بر این سوره رقیه خوانی کرده می شود. و این سوره از سوره هایی است که در ذکرهای بعد نماز و ذکرهای صبح و شام و ذکرهای پیش از خواب و ذکرهای بعد نماز خوانده می شود. این سوره قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، قل بگو اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم به پروردگار مردم. اعوذ برب الناس، پناه میبرم به کی؟ به پروردگار مردم. پس تو به سوی الله سبحانه و تعالی پناهندگی میجویی، به سوی او سبحانه و تعالی پناهندگی میجویی. قل اعوذ برب الناس. این سوره برادران و خواهران گرامی در بر میگیرد پناه جستن به پروردگار مردم را. معلوم است که الله سبحانه و تعالی رب تمام خلایق است، برای همین قل اعوذ برب الناس گفت. پروردگار تمام مردم است. چه آن مردمی که الله رو با پروردگار قبول کنن بپذیرند، چه مردمی قبول نکنن، خواه نخوان، الله پروردگار مردم است. علاوه بر این که پروردگار تمام مخلوقات است. پس در اینجا الله گفت قل اعوذ برب الناس گفت اول. چرا انسان را خاص قرار داد؟ به خاطر آن، به خاطر شرف مردم، به خاطر شرف مردم، تا که استعاذه کمک یاری واقع شود از شر وسوسه کننده ها. در قلب های مردم وسوسه کرده می شود. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس. الله سبحانه و تعالی در این سوره ناس صفت الوهیت خود را و ربوبیت خود را و مالکیت خود را بر ما بیان می‌نماید. چون در سوره فاتحه بیان کرده بودیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ربوبیت، الوهیت و مالکیت خود را بیان می‌نماید. پیوسته این سوره ناس با سوره اول سوره ملیک است، حمد ستایش از آن اوست و او سبحانه و تعالی بر صفت الوهیت، ربوبیت و ملک وصف می‌شود و آخر سوره هم همین ذکر رو بیان می‌نماید. پیوسته اولین سوره با آخرین سوره. پس هر کسی که می‌خواد این سوره را بخواند، پس معناهای گوناگون در این ذکر شده است که این را بیان می‌نمایم ان شاء الله. الذی یوسوس فی صدور الناس، آن شیطانی که، آن کسی که وسوسه میکند در قلب‌های مردم، در قلب‌های مردم. چون قلب است محل عقل، محل فکر، اندیشه این قلب است و ایمان در قلب قرار دارد. برای همین است که انسان باید قلبش رو خوب دقت نیکو نگاه بدارد از این وسوسه کننده هایی که هست، تا که به سوی هلاکت کشانده نشود و گمراه هم نگردد. سپس گفتیم این سوره در بر میگیرد پناه جستن به پروردگار مردم را. پروردگار مردم
و پادشاهی آنها و الهی آنها همچنین. قل اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم با پروردگار مردم. برب الناس دوامش چی است؟ ملک الناس، پادشاه مردم. اله الناس، پروردگار مردم. اله الناس، پروردگار مردم. پس این نقطه های خیلی مهم است. برای در این نقطه ما باید اهمیت جدی ویژه بدیم. تدبر، تفکر در کلام الله سبحانه و تعالی سبب هدایت بنده میگردد. پس تفکر، اندیشیدن در کلام الله سبحانه و تعالی بنده را به سوی هدایت راهنمایی میکند. پس گفتیم این سوره در برگیرنده پناه جستن از پروردگار مردم، پادشاه آنها و اله آنها. از کی؟ از شیطان لعین. قل اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم با پروردگار مردم، پادشاه مردم، اله مردم، از شر وسوسه کننده ها، از شر وسوسه کننده های پنهان شونده که از شیطان لعین که اصلی همه بدی ها و منبع همه بدی هاست. از فتنه و شر او شیطان، از فتنه و شر او شیطان این است که در دلهای مردم وسوسه می افکند و بدی ها رو برای او زیبا میگرداند، بدی ها رو برای او زیبا میگرداند و بدی ها رو در صورت زیبا برای آنها نشان میدهد. در صورت زیبا بدی ها رو برای انسانان نشان میدهد، در صورت نیک برای آنها اینها را جلوه میدهد تا اراده مردم رو برای انجام دادن آن فعل مجبور بسازد، یا که برعکس این نیکی ها رو در نظرش بد نشان میدهد و آنها را از این نیکی ها باز میدارد و نیکی ها را در غیر صورت حقیقیش نشان میدهد. و او شیطان همیشه در همین حال است، در همین اطراف است. وظیفه‌اش انا همین است. وسوسه میکند، خناس، پس میرود، عقب نشینی میکند هنگامی که بنده پروردگارش را یاد میکند. هنگامی که از یاد الله باز موندی، باز به سوی وسوسه کنی، باز دفعه دوم باز خود را حرکت میدهد. پروردگار را یاد میکنی، دور میگریزد، فرار میکند. اما از یاد پروردگار که دور شدی، باز به سوی تو را به سوی هلاکت میکشاند. پس وظیفه تو ای بنده از پروردگار یاری طلب کردن از این خناس. بر تو ای بنده لازم است که کمک بجویی از او سبحانه و تعالی و یاری طلب را از او سبحانه و تعالی بخواهی که او پروردگار و رب و مربی و تربیتگر تمام مردم است. از او پناه بطلبی. هنگامی که از او پناه طلب کردی، البته که الله سبحانه و تعالی به تو پناه میدهد، چون همه مخلوقات زیر ربوبیت او سبحانه و تعالی و پادشاهی او قرار دارد. هر موجوداتی در زیر تحت قدرت او سبحانه و تعالی است. بر الوهیت او سبحانه و تعالی پناه برد، آن الوهیتی که تمام مخلوقات برای آن آفریده شده هستند. به خاطر آن کاملیت آنها جز با دور ساختن شر و دشمنی از دست نمی آید. دشمنی که میخواد آنها را از مقصدها جدا کند و میان آنها و میان عبادت آنها بر پروردگارشان مانع شود و میخواد آنها را مردم را به حزب خود بکشاند و از حزب خود قرار بدهد و آنها را در آخر با خود از اهل دوزخ قرار بدهد. و همچنین این وسوسه هم از جانب جن ها نمی شود و هم از جانب انسان ها نمی شود. برای الله چی فرمود؟ من الجنة والناس، از جن ها همچنین و از مردم همچنین. من الجنة والناس، این نقطه مهم است. من الجنة والناس، هنگامی که امر شد بندگان برای استعاذه کمک یاری از شر وسوسه کننده ها، فهمیده شد که او پروردگار است که مردم را از این شرها پناه میدهد. او پروردگار است که به سوی او پناهندگی میجوید، تو را کمک میکند از این شرها. و هنگامی که از برای مردم ملکانی هست، پادشاهانی هست، قال ملک الناس، پادشاه مردم، به سوی پادشاه مردم، ملک الناس، در حالی که از جمله مردم کسانی پیدا شد که غیر الله را عبادت میکنند، گفت اله الناس، پروردگار مردم، به سوی پروردگار مردم رجوع کنید، نه با مردم. از وسوسه کننده ان همین شیطان. و خناس گفتیم کی است؟ ان همون شیطانی که در قلب ها وسوسه میکند. هنگامی که ذکر یاد الله شد، فرار میکند، بس میکند وسوسه را، کم میکند وسوسه را. من الجنة والناس، در آخر گفت از جنی ها. پس این وسوسه کننده هم جن‌ها هستند، شیاطین هم انسان ها هستند. برای همین الله سبحانه و تعالی ما را به سوی این امر کرد که ما به سوی او سبحانه و تعالی همیشه در همه حالت پناهندگی را تنها از او سبحانه و تعالی بخواهیم، نه از کس دیگری، تنها از او سبحانه و تعالی. برای همین گفت قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. قل اعوذ برب الناس، اول خود را وصف کرد، پروردگار مردم، سپس مالک و پادشاه مردم، سپس اله مردم. سه وصف پیدا پی آمد. یکم رب مردم، دوم مالک مردم، سپس اله مردم. چون رب، اول رب گفت. رب، کلمه رب گاهی بر بعضی از مردم ذکر می شود، ربی در میگویند. سپس ملک الناس شد. رب چون گفتیم بر بسیاری از مردم ذکر می شود، این اسم گذاشته می شود. اما ملک الناس گفت چون مالک کم است، در هر یک شهر دیرو یک مالک است، یک پادشاه است،
یک راهبر است، یک حاکم است. و در اینجا جمع شد اله ناس گفت، اله ناس از پروردگار مردم. هیچ کس دیگر مالکیت رو صاحب نیست و هیچ کس حق الهیت بودن رو ندارد، تنها او سبحانه و تعالی حق الهیت دارد. من شر الوسواس الخناس، چون شیطان در صدر در قلب‌های مردم وسوسه می‌افکند و قلب انسان رو، ایمان انسان رو فاسد می‌کند، در قلب انسان شک داخل می‌کند. اگر به اینم قادر نشد انسان را به سوی گناهان می‌کشاند، اگر بر این قادر نشد اقلا وسوسه اش می‌کند، در قلب بنده ریاکاری را می‌اندازد، از طاعت‌ها منعش می‌کند و انسان را به سوی هلاکت می‌کشاند. در آخر قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله. در آخر من الجنه و الناس گفته، چون گاهی میشه که وسوسه از جن‌ها و از انسان‌ها نمی‌شود. و حسن فرمود که هما شیطانانی، جن و انسان دو شیطانی هستند، اما شیطان جن وسوسه می‌کند در قلب‌های مردم، اما شیطان انس آشکارا می‌آید. انسانی شیطان آشکارا به نظر می‌آید، او را می‌بینی. برای قطعا فرمود که از جن‌ها هم شیاطین است، از انسان هم شیاطین است، انسان شیطان هم هست و زیاد هستند. برای این بسی الله سبحانه و تعالی پناه می‌بری از این شیاطین انس و شیاطین جن. این از بیان تفسیر سوره ناس. سوره ناس.